سلام، وقت بخیر. برای بازدید از پروژه بندرعباسمون اومدیم، با ما همراه باشید. دوستان سلام، روزتون بخیر. اینجا بندرعباس پروژه های مهندس مرتضوی عزیز که تمام مصنوعات چوبی اهم از درب لابی، درب‌های داخلی و کابینت و کمد دیواری این پروژه رو شرکت نیکافرا انجام داده. بریم داخل با هم دیگه قسمت‌های مختلف رو ببینیم. توی همین ابتدای کار یه درب تمام چوب بلوط رو ملاحظه می‌کنید. قسمت‌های ثابت کناری که شیشه‌های اسید تراش هستن و این درب زیبای چوب بلوط که با چارچوب پله‌ای به این شکل کار شده. وارد قسمت لابی بشیم. پشت درب رو هم ملاحظه بفرمایید که فرمت چارچوب و ابزار خود درب به چه شکلی هست. در ادامه این قسمت ورودی سالن اجتماعات ساختمون هست. همونطور که میبینید از درب‌های ایمنی شرکت نیکافرا که با میکروسمنت پوشش داده شده استفاده کردیم اینجا. و در ادامه بریم طبقات وارد واحدهای مختلف بشیم و کارهای مختلفی که انجام شده رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان، خیلی خوش اومدین. ما همچنان تو پروژه آقای مهندس مرتضوی عزیز تو شهر بندرعباس هستیم. تشریف بیارید داخل تا اجرایات چوبی داخل واحد رو هم با هم دیگه ببینیم. تو همین ابتدای کار از سری درب‌های چوبی ما که با رنگ پولیش کاور شده، درب به صورت دوقاب و بولکاریایی که کاملا هندمید هست رو روی کار ملاحظه می‌کنید و همچنین دستگیری دیجیتال. در ادامه تشریف بیارید آشپزخونه این واحد رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که ملاحظه میکنید آشپزخونه به سبک نئوکلاسیک که کاملا تفکیک شده هستش، یعنی یک فضای آشپزخونه بیرونی و پشت این دیوار آشپزخونه که حالا به صورت مطبخ استفاده بشه رو داریم. اگر بخوام راجع به متریال این کار صحبت بکنم، درب‌ها MDF با ضخامت 25 میل با حالا ابزارهای CNC مختلف، میبینید که کار تو 3 ابزار انجام شده. ابزار درب‌های توسی رنگ، ابزار درب‌های جزیره و درب‌هایی که تو قسمت هود به صورت کرو و ساده کار شده با هم متفاوت هستن، اما کلیت درب‌های 25 میلی با هستن با رنگ پلیورتان. قسمت ابتدای کار درب‌های فریملس شیشه‌ای رو می‌بینید که داخل کار به صورت دکوراتیو کار شده. در ادامه کمد فر و ماکروفر و کشای گرمکن رو ملاحظه می‌کنید و از این سمت ما وارد قسمت مطبخ میشیم. توی قسمت مطبخ همونطور که میبینید باز هم همون متریال تکرار شده. چیزی که راجعش صحبت نکردیم صفحه کاره که متوجه شدید که صفحه کار SPL با حتی بین کابینتی هم از همین متریال استفاده شده. در ادامه مطبخ همونطور که ملاحظه میکنید قسمت کمدی و یک سری از درب‌ها که به صورت سوپرمارکت کار کردیم. و این هم فضای بیرونی، جزیره، کشوها و ابزار درب‌های متفاوتی که می‌بینید. بیایید ادامه بدیم با همدیگه بریم به سمت اتاق خواب‌ها، درب‌های داخلی و کمد دیواری و کلوزت روم با همدیگه ببینیم. اولین کمدی که باید ببینیمش کمد جا کفشی ورودی رو ملاحظه کنید. درب‌ها ابزار CNC 18 میل رنگ پلیورتان. داخل کمدها از MDF لامینه کتون استفاده کردیم که حالا نورپردازی و چیدمان به سبک دلخواه کارفرما تقریبا میشه گفت اجرا شده. توی قسمت تیوی باکس کشوی والهنگ رو داریم. همونطور که میبینید روکش چوب بلوط، ابزار CNC دلخواه
کارفرما و کهنه‌کاری که با رنگ روی این روکش‌های بلوط انجام شده. این قسمت میز تیوی، قرنیزها و درهای داخلی کاملا با همدیگه مچ هستن از نظر متریالی و رنگ. همونطور که ملاحظه می‌کنید درهای سرویس، باز همینجا درب سرویس. یه قسمتی رو ما اینجا داریم، در واقع یه قسمتی رو کاور کردیم اگر بخوایم بهتر بگیم. من اگر این درب رو باز کنم شما شاهد این صحنه میشید. کنتور برق واحد هست کامل، اما ما اومدیم با این کشوی والهنگ و این درب‌هایی که حالا آینه کار شده با توجه به باریکی راهرو که حالا این آینه میتونه بعد بهتری به کارمون بده، اومدیم کامل کاورش کردیم. تو ادامه کار درب‌های داخلی رو ملاحظه کنید. باز همون متریال، همونطور که می‌بینید تک‌قاب وکیوم با چوب بلوط و رنگ توسی که به صورت کهنه‌کاری روی کار کاور شده. بفرمایید داخل این کلوزت روم جذاب. متریال کمد دیواری ها توی تمام اتاق ها مشابه هست، همونطوری که میبینید مثل دقیقاً جاکفشی. کمد ها با ضخامت ورق های 18 میل رنگ پلیورتان و بدنه هایی که حالا به صورت کتون، این در واقع بدنه های ملامینه که تکسچر کتون دارن کار شده. باز این قسمت تمام کمد دیواری ها نورپردازی مجزا با سنسور تک ضرب هستن، یعنی هر درب که باز میشه مجزا نور روشن میشه. این قسمت هم یک جزیره‌ای هست که حالا ما واردش نشدیم ولی باید در واقع سر جای خودش قرار بگیره. یه رک شلوار داخلش کار شده و یه کشوی اکسسوری که بهتر بتونن کراوات و کمربنداشون رو اینجا دیزاین بکنن. ادامه بدیم با هم دیگه تو اتاق‌های دیگه. چیزی که اینجا خیلی بهتر میتونیم ببینیمش با هم دیگه، درب‌های تک‌قاب وکیوم با روکش بلوط و قرنیزهایی هستن که چه از نظر رنگ چه از نظر متریالی با هم دیگه مچ شدن. داخل این اتاق هم با هم دیگه ببینیم. یه کمد دیواری دیگه با همون سبک و استایلی که رعایت کردیم تا الان و متریال ها هم باز دوباره همون تکرار شده. واحدهای مختلف پروژه های مرتضوی رو امروز ما حتما با همدیگه میبینیم. این واحد متریال های متنوعی داشت، با واحدهای دیگه قطعا متفاوته. دنبال کنید که واحدهای دیگه هم با همدیگه ببینیم و منتظر نظراتتون هستیم. خب بریم با همدیگه یکی دیگه از واحدهای پروژه های مرتضوی رو تو شهر بندرعباس ببینیم. بفرمایید داخل. توی این واحد درب ورودی دقیقاً همون متریالی که واحدهای قبلی بود کار شده. کلاً با توجه به متریال سنگکاری که توی لابی هر واحد هست، درب‌ها ست کار شده ولی دیزاین آشپزخونه متفاوته. بیایید با هم دیگه یه دیزاین دیگه‌ای از این آشپزخونه ها رو ببینیم. همونطوری که ملاحظه می‌کنید کار کاملاً سبک نئوکلاسیک. متریال کار MDF 18 میل CNC هست. صفحه های روی کار کوارتز کار شده. قسمت آشپزخونه بیرون رو ملاحظه بکنید، یک کاورهود دکوراتیو و صفحه گاز وارمر و قسمت جزیره رو ملاحظه کنید. اگر از ابتدای این راسته کمدیمون بخوایم پیش بریم، توی اول کار درب‌های منحنی رو می‌بینیم که با همون ابزار در کل کار ست شده. دستگاه اسپرسو ساز و کشو گرم کن، ماکروفر و فر رو ملاحظه می‌کنید. وارد مطبخ که میشیم یه یخچال سایت اینجا ما داریم و در ادامه داخل مطبخ کابینت سینک. کل کار به صورت زمین دیواری کار شده. یه سینک رو اینجا ما می‌بینیم و صفحه گاز رو دوباره اینجا داریم. یه کاورهود مینیمال تر میتونم بگم با یه ابزار خیلی جمع و جور و پاتفیلری که اینجا کار کردن. متفاوت با واحدهای دیگه این قسمت رو داریم که کلا توی این راسته کمدی ما یخچال و فریزر تو کار رو اجرا کردیم. همونطور که میبینیم کنار یخچال و فریزر درب‌های کمدی و در ابتدا و انتهای هر دو سمت کار سبدهای سوپری رو ملاحظه میکنید که حالا در کنار کشوهای گاز هم ما این سیستم رو داریم.
در ادامه دوستان بریم قسمت‌های دیگه این واحد رو با هم دیگه ببینیم، متفاوت با واحدهای دیگه هست. از این ویو زیبا هم ساحل خلیج فارس زیبا رو میتونید ببینید. یه نمای دیگه از این آشپزخونه نئوکلاسیک و در ادامه قسمت‌های واحد. اگر بخوایم راجع به قسمت تیوی صحبت کنیم، در ابتدا بدونید که این قسمت متریالش با درب‌های داخلی و قرنیزها ست شده، متفاوت با واحدهای دیگه. MDF CNC شده با رنگ پولیش هست. اگر وارد این راهرو جذاب بشین، درب‌های داخلی و کاوری که باز هم برای قسمت تأسیسات برقی ساختمون هست رو ملاحظه می‌کنید. کامل این قسمت اگر بخوایم ببینیم تأسیسات برقی ساختمون هست. من در این حد در رو باز کنم که دکوراسیون خونه رو خیلی به هم نریزم. این کشوهای والهنگ رو ملاحظه کنید و درب‌های داخلی که جزء سری درب‌های تمامچوب ما هست، درب و چهارچوب با رنگ پولیش. ممنون میشم که نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و ویدیوهای ما رو هم لایک کنید. اگر با این سبک ویدیوها و محتواها موافق هستین، ممنون میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید.